محصول رو به چشم خودت ببینی. تمام این ریزش با پکیج ریزش موی آرکین محصول ما تنها پکیج دارای مجوز وزارت بهداشت توی ایرانه و گارانتی عودت پول در صورت عدم نتیجه گیری داره. پس فقط کافیه یه بار پیامک بدید تا بعد از مشاوره رایگان محصول رو در به منزل تحویل بگیرید تا خودتون نتیجه محصول ما رو ببینید. زنگ میزنم دیگه این قصه پیچیده تر از این حرف. خب این قصه پیچیده تر از این حرفا رو بگو منم بدونم. دفعه اول نیست. یعنی چی؟ سریع قبل خواستم با ماشین بزنم بره. کجا نگفتی به من؟ آقا دیگه اتفاق افتاد برام جدی شد. شرکت جواب داره. چه ربطی به شرکت داره؟ نمیدونم مگه من داستان این فصل قرارداد و این سنگ انداختن رو میفهمم که اینو بفهمم. مگه اینقدر جدیه که ما باید بفهمیم چیه؟ همچنین نمیتونیم ما که بیان چیکار کنن دیگه بکشنمون؟ باشه عزیزم آروم باش. تو فعلا تو جمعه به کسی چیزی نگو. چرا؟ فقط اینکه تو برام مهمی نمیخوام خواستگاری کنسل بشه. بابات خونه من که دو مادشم تو عمرش پاشو نذاشته. باید به خاطر این پسره میخواد پاشه بیاد. اونم با دسته گفت. تو نمیخواد چیزی بگی؟ تو خونه من فروختی؟ با تو هم خونه من تو فروختی؟ خونم نه خونمون بله. بس رو عوض نکن. ابراهیمی به من زنگ زده میگه مگه قرار نبود ریموت پارتنو ببریم بدیم به خریدار. منم عین احمقا میگم ریموت چیه کدوم خونه؟ تو ماشین من سیگار نکش. بابا تمومش کن متا. میخوای همین فردا بلنشم برم بگم بدون رضایت من با وکالتنامه خونه رو فروختم بس کنم آبوتو ببرم؟ برای چی خونه من فروختی؟ خونه رو برای چی میفروشن؟ پول لازم میشن که میفروشن. از که ما پول لازم شدیم؟ از وقتی این پسر پاشو گذاشته وسط زندگیمون خونه رو فروختن پولاشو نسبت باید با جایی که آقا شاب گند زده توش که آبروی بابات نره. تو بیخود کردی؟ درست صحبت تو با من هر چه دلم بخواد با تو صحبت میکنم. گرد شاو میذاشی کف دست بابا بلد بود چجوری آبشو جمع جور بکنه. آپارتمان من چرا فروختی؟ اینقدر آپارتمان نکن برا من. بدبختیشو من کشیدم. وقتی که تو این گالری خاله بازی میکردی ادای کلکسیونرها رو در میآوردی نقاشی دوزاری رو میلیاردی میچپوندم بهت. سهم خودم بوده فروختم. چی میگی؟ حرف گفت نزن. فکر کرده هرچی به نامشه ما فوائد